بعد از کندن بغل درختا، بعد کوددهی و شیمیایی دهی، اینم زمان آب دهیه که روی کودا میره. روی کودا میره، با درخت هم انقدر فاصله داره، آب نفوذ میکنه تو کود مرغی و کود گاوی و اینا همه قاطی شده به هم. این هم آبیاریشه. این قسمت که کود دادیم امسال، این برای کود دادیم با نزدیک 70-80 سانت شلنگ رو با فاصله انداختیم، به خاطر اینکه تنش آبی پیدا نکنه. شلنگ بعدی رو تو اون شیار ننداختیم، انداختیم بغل درختا. اینم یه طرح جدید کشوییه، به جا قطره چکون. ببین میاد روش قشنگ آب دهیشو نگاه کن، تمیز آب دهی میکنه با یه تکون. یالا یه ذره گرفته، با یه تکون آبش قشنگ میپاچه، دوباره میری روش. این نمیخواد قطره چکونش کنی، این نگرفته، اینا قطره چکونه. این قطره چکونه. اینم درخت خود پسته است که همه دارن آب میخورن. باز اینجا الان کشویه، یکم به نظرم آب کم میده. باز میکنیم، دوباره میذاریم روش. چه آب دهی خوبی داره. همه شلنگا رو انداختیم جایی که کود داشته. و میریم ردیف بعدی. ردیف بعدی هم همینطوره. آب دهیش بسیار عالی. ضمناً داشته باشید اینم پسته بارای سال دیگه است، یعنی بار 1404. الان 1403 دارم یه زمستون آب بهشون میدم. اینم بار سال دیگه است. ببین اینا به نظرم هم این درخت نر باشه که باید گردافشانی کنه، بقیه پسته ها رو بارور کنه. قابل توجه پسته کارا میگن چیز خوب نیست، اینا همه باره. توجه کنید، باره. میگم شکمی خوب نیست. این الان پیوند شکمیه، جفت پیوند شکمیه خورده اینجا، هیچ مشکلی هم پیدا نکرده. اینم پیوند شکمیه. ببین اینا همه اکثرا پیوند شکمیه. این یکی لوله بوده، این پیوند لوله بوده. اینم اینجا لوله ایه. ببینید چیزایی که اینجا شکافته شده اومده پایین، نگاه کن، اینا مال پیونده که تراش خورده اومده پایین. حتما این ویدیو رو ببینید، آبیارش رو نگاه کنید، تمیز خوب. خدا یار یاورتون باشه.